آقا سلام، چطوری؟ خوش اومدین به این ویدیو. من امیرمانیکسم، خیلی خوشحال شدم. بچه‌ها بعد از مدت‌ها برگشتیم با چه ویدیویی؟ 10 لودات برتر این سیزن بچه‌ها، که اصلا اینا رو بریم بچه‌ها باش پلی بدین حال می‌کنه بچه‌ها. چند وقت گذاشتم واسه این ویدیو و دیگه خیلی خوشحال شدم. حمایت کنین، یه لایک و یه کامنت مرامی بذارین، عشق کنم بچه‌ها. اصلا لودات براتون در ماه بچه‌ها اینجا یکم دستم گردن، حالا اینا رو بیخیال شید. بعد جلوتر می‌بینیم بچه‌ها اصلا چه جوری میزنه. این فنک فوق‌العاده بود، اصلا چه فنک فوق‌العاده است. هم هیپ فایر خفن میزنه، هم با لگدش هم خیلی کم بچه‌ها. و اصلا که بچه‌ها اتچمنت‌های گذاشتم ماه 10 تا 11 تا لودات براتون آوردم مشتی. اصلا بکشین برین عشق کنین بچه‌ها. خب گانه بود که خودم حس کردم خیلی خوبه، متای این سیزن بود و یعنی متا از نظر من دیگه این گانه بود که من باش دوئل میزدم یا اصلا پلی میدادم مثلا چی طرفو میزد. دمیج فنیک یکم کمه خب، ولی انقدر سریعه، انقدر خفنه که شما با این دمیج کمش هم میتونین بسازین. نکنه اصلا مثل ماس طرف، یعنی اصلا مثل شمشیر طرفو میزنه. خیلی خفن بچه‌ها. فکر من خب یه چیز جمع کنم بیشتر خراب میکنم بچه‌ها. من 3 تا گانو داخل این گیم پلی بچه‌ها میبینین، گیم پلی یعنی اون نوگانو که اون 3 تا گانو بچه‌ها جلوتر رو میبینین دیگه. یکیش که فنک بود، بعد یکیش بچه‌ها رازورس بک که شاید بگین این چه گانیه گذاشتی. میبینین چقدر خفن بچه‌ها. اصلا هدش 40 مثلا 9 تا دمیجه، یعنی در بدترین حالت با 3 تا شات طرفو کشته. اینجا واسه خودکشی کردم که زنده شدم، دیدم چرا نمردم. هیچ دیگه رفتم جلو یکی گذاشتم منو بکشه چون می‌خواستم دوباره زنده شم و رازورز بک هم تست کنم. بچه‌ها اگه من اسکنار دانلود ندارم چون سیزن جدید من خیلی وقت خیلی کم پلی میدم و دانلود نمی‌کنم اینها رو چون نت و اینا زیاد حالا اوکی نیستش واسه همین. بچه‌ها اینجا رازورز بک کشتم نوکی ببینید چه جوری میزنه بچه‌ها. یعنی اصلا رنج دور که خدا میزنه، مثلا SMG رازورز بک رنج دور رو خیلی خوب میزنه بچه‌ها. رنج نزدیک هم خیلی خوب میزنه. مثلا نوکی داخل دوئل با یکی 50 داش من زدمش. یکم رو این گان دستتون بخوابه راحت میتونین بزنین واقعا، به خاطر اینکه لجند نیست، لجند بود داخل این لودات نذاشتمش و گانی که حقش هست بچه‌ها تو این لودات باشه. یکم ایمش اذیتتون میکنه ولی راحت میشه باش ساخت بچه‌ها. من چون گانه آوردم که اصلا حال میکنیم، ولی ببخشید من شاتگان داخل این لودات اصلا نذاشتم چون ما شاتگان اصلا من نه خودم شاتگان پلیرم نه دوست شاتگان پلیر دارم به همین دلیل. اینجا خودم کشم که گان بعدی رو براتون تست کنم بچه‌ها که این گان بچه‌ها اسولته ولی مثل فنک میزنه راه نزدیکو که گان نیست به جز FFR. بچه‌ها FFR یک اسولتیه که مثل SMG هم نزدیکو میزنه هم دورو. حالا راه دور رو میشه یکم روش کار کرد که جلوتر هم بهتون میگم، ولی اصلا راه نزدیکو که ماچ فوق العاده است بچه‌ها. این اصلا گانایی که این داخل این ویدیو براتون گذاشتم فوق العاده تست کنین بچه‌ها، حال می‌کنین. یکم این نوعی که بهمون انداخته بچه‌ها اینجا یکم لگ گرفت گوشیم. اومدیم مثلا رنگ پلی بدیم به امید اینکه سرچ چیزی بهمون بیفته و این نوع رو انداخت که خیلی تعداد کیلا کم و اینا زود تمام میشه. متاسفانه من نتونستم همه گانا رو به اندازه تست کنم، ولی حالا عیبی نداره بچه‌ها. واقعا این گانایی که میذارم حداقل یه بار تست کنین، قول میدم بچه‌ها عاشق اون گانا بشین بچه‌ها. اینقدر خوب میزنه بچه‌ها. دونک بچه‌ها اصلا ما انگار مثل کره داره اینا رو میبره، اینقدر خفن داره میزنه بچه‌ها این گان FFR که من واسه بتل اصلا پیشنهادش نمی‌کنم چون بتل واقعا FFR نزدیک باشی طرفو میذاری، ولی چون تعداد تیرات کمه طرف یکم روت موومنت بزنه و ایم خوبی نداشته باشی طرف اصلا گمه به خدا قسم چون تیرات کمه. خب بچه‌ها اینجا یکم دیگه بچه‌ها ویدیو تموم میشه و میریم سراغ وایس لایو و جایی که دارم لوداتو توضیح میدم بچه‌ها کاملا وایس لایو و دیگه بچه‌ها امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. یه حمایتی بکنید بچه‌ها، به خدا یه لایک کردن وقتتون رو نمیگیره ولی به من خیلی انرژی میده. بریم سراغ وایس لایو، لیتس گو. بریم سراغ ادامه ویدیو که وایس لایو بچه‌ها میخوام اتچمنت رو بهتون بدم. بچه‌ها بریم از شماره 1 میشه همون امتحان بچه‌ها. لوکاس اسنایپر لوکاس بچه‌ها این سیزن خیلی خوبه. نکنه لوکاس یه اسنایپریه که هر سیزن خوبه ولی این سیزن خیلی خوب داره عمل میکنه بچه‌ها. این اتچو بردین بچه‌ها به خدا ازم میرین دوئل اگه لوکاس پلیر باشین اصلا حس می‌داره باش پرواز میکنین، فوق العاده است این اتچمنت، حتما بردارین خیلی باحال. خب آقا گان دومی که با چیز دومی که ما می‌بینم بچه‌ها مادوکس بچه‌ها فکر نکنین چون لجنده برداشتن. این اتچ که الان بهتون میدم بچینین بچه‌ها سلام کنین.
این اتچو بچا بچینین رو مادوکستون، بچا فوق العاده میزنه. یعنی قشنگ طرف با 3 شات شما میندازین روی زمین. اینقدر این اتچ مادوکس قویه بچا. آقا بریم سراغ گان بعدی. اون بچا گان بعدی گان جز آی سی آر هم بچه این سیزن خیلی خوب. بچه این اتچو برداریم بچه، یعنی فوق العاده شما میتونید با این گام بزنید بچه. چه رنج دور چه رنج نزدیک بچه خیلی خوب میزنه. البته بیشتر رنج دور رو باید میتونید حساب کنید. اگه مپای کوچیک میافتین ترجیح من اینه فنکوینا رو بردارین که جلوترم اتچو بهتون میدم. و اول ویدیو هم دیدین فنکی من براتون گذاشتم چقدر بد میزنه. حالا آقا بریم سراغ گان بعدی بچه. گانی نیست به جز بی 50 بچه. هر سیزن بی 50 فوق العاده، اصلا یه جوری نیست که بگیم این سیزن خوب شده بچه. بی 50 هر سیزن گان فوق العاده ایه و این سیزن هم مستثنا نیست، مثل هر سیزن بچه فوق العاده است بچه. این سیزن هم این اتچی که بهتون میگم حتما بردین اسکرین شات بگیرید. رنگ مولتی که اصلا جلو با تو زانو میزنه، اینقدر این اتچ خوبه. آقا بریم سراغ گان بعدی. لودات 4 روممون که بچه اف داخل ویدیو دیدین بچه. میخواستم دیدیم که گفتم بهتون مثل فنگنی اصلا یک اسولتیه که بچه مثل SMG میزنه. یعنی اصلا طرف ماچ خیلی خوبه بچه. واسه مولتی فوق العاده، ولی واسه بتل اصلا نمیدونم. واسه اف رو واسه بتل خوب نیست نظر منه. آقا رنج دور یکم روش میتونن کار کنیم بهتر بشه، ولی رنج نزدیک اصلا فوق العاده مثل فنک میزنه طرفو میندازه روی زمین. اینجوری بگم که اسولتیه که شما میتونی ازش به عنوان مثلا یه SMG یاد کنی. اینقدر چیز خفنیه بچه. خب بریم سراغ گان بعدی. شماره 5 لودات شماره 5 بچه DLQ 33 بچه. این اتچی مثلا بچه فول است، نیاز نیست خشاب روش بندازین، نه هیچی بچه. مازل نه هیچ کدوم نیاز نیست روش بندازین. همین اتچو بچین بچه. برین دوئل فست اسکوپ میزنین، اصلا فوق العاده است این اتچ بچه. حتما بچین ازش استفاده کنین، نظرتون رو بهم دوستان بچه. ای اتچی که برین داخل کامنت ببین نظرتون در مورد گانایی که میذارم بگید بچه، چون یه کامنتی که شما میذارین شاید چیز خاصی نباشه ولی به من خیلی انرژی من. آقا گان بعدی دیاره چه بچه. دیاره چه سیزن اصلا یه جوری خفن میزنه، یعنی چون 25 تا تیر میخوره. خب و این 25 هم تغییر نداره، 25 تا تیر میخوره. خب ولی 3 نفر رو اگه بتونین روی ایمش یکم دقت کنین، 3 نفر اگه جلوتون باشن هم میتونین با این 25 تا بزنین. یعنی انقدر این گان قویه. این قشنگ در بدترین حالت با 3 تا شات از طرف انداخته زمین. این گان فوق العاده بچه‌ها. واسه دوئل هم میتونین استفاده کنین. بچه‌ها اینجوری میزنم بچه‌ها. لودات شماره 7 اون که کوشکای بچه. شاید بگین چرا تونرا نبودش داخل این لوداتی که من بهتون دادم. بچه تونرا از نظر من این سیزن یه کم ضعیف شده، نمیدونم به چه دلیل، حس منه. خب من کلا سیزن پیش با تونرا میزدم، به نظر من خیلی خوب بود، ولی این سیزن اصلا سیزن پیش نمیتونم ازش استفاده کنم. نه من اینجوری هم یا کلا ضعیف شده. ولی این لودات کوشکا رو حتما روش بچینید بچه، خیلی خوبه. مثلا حال میکنید بچه با این لودات. حتما استفاده کنید. نظرتون تو کامنت ها بهم بگین بچه. گان بعدی بچه PDW. این گان بچه این سیزن خیلی خوبه بچه. نیازی نیست مثلا بچه میگن چرا همین 3 تا رو گذاشتی، چون همین 3 تا مثل ماست طرفو براتون میندازه. به خدا قسم حیف وقت نشد دیگه داخل گیم پلی که براتون گذاشتم تست کنم اینو، وگرنه میدین چقدر خوب میندازه. آقا سراغ گان بعدی که رازورت بک بچه. گفتم بهتون اصلا چون لجن نیست من این چون نظر بچه. یعنی واقعا هد 49 دمیجش، بدن 30 خورده. یعنی شما با 3 تا شات در بهترین در بدترین حالت با 3 تا شات طرفو میندازید. گام فوق العاده است اصلا عالی. رنج دورم براتون مثل ماس میزنه. مثل یعنی ماس چه اشتباه گفتم. خیلی خوبه کلا بچه ولش کن. و اتچ آخرم بچه فنکه بچه. این اتچ رو بردارین اگه بد زد بیاین داخل کامنت من فوش بدید. اینقدر به این اتچ من مطمئنم. این بچه اتچی که دارم در مورد فنک بهتون میگم فوق العاده است، یک چیز جدای از همه و عالیه دیگه. اصلا حرف نمیونه بچه. این بوده 10 لودات برتر این سیزن پیش نتونستم بذارم چون واقعا وقت نکردم و خیلی دوستتون دارم بچه. مرسی تا اینجا با من همراه بودین و تا ویدیو بعد خدا نگهدار.